İmam Şafii Hazretleri çok edepli. 4 yıl boyunca annesinin karnında kaldı. Edebe bakar mısın? İmam-ı Azam'a hürmetinden dolayı. İmam-ı Azam'ın vefat ettiği gün İmam Şafii doğdu. سلام آقا. سلام علیکم. بفرمایید در خدمتتون هستیم. یه روز از امام جعفر صادق علیه السلام سوال شد که آقا کسی هست که شما را از شرق به غرب توی یه لحظه ببره؟ بعد گفته که بله حضرت مولا، استغفرالله من عذر میخوام آقا، چیزی که اون داشت میگو که حضرت علی قلاقی از شما را از شرق به غرب توی یه لحظه میبره. بله برادر بزرگوار، شما یقین داشته باشید که این وهابی بد ترجمه میکنه. اصل روایت اینه، حضرت به دوستشون گفتن که آیا تو مرکبی داری که بتونه تو رو از شرق به غرب ببره؟ طرف گفت نه. حضرت فرمود او یعنی حضرت علی علیه السلام فرمود نه، مرکبی که تو رو از شرق به غرب ببرد حضرت یعنی کسی که میتونه تو رو از شرق به غرب ببره حضرت ارزم به حضورتون علی علیه السلام روحی له الفداء. در این روایت اینجوری متن روایت رو شما اگر الدجاج حكيت لكم كنت ساوي لهم درس الدجاجات، والله كان يشوفني يقول مجنون. حط بالاكل الدجاج وحط معهم ساوي لهم درس. الله وكيلكم يا احباب، ما في دجاجه تنقر قمحها، كلهم قاعدين من اول ما يبدا الدرس لوقت اللي بينتهي نص ساعه. خلص الدرس يروي ياكل. فمرة من المرات دجاجة من الدجاجات نقلت قمحها، وزدي يقول لك أنا بدبرك، أنا بورجيكي. أنا فهمت عليه هيك. لما خلص الدرس هجم على الدجاجة، تم ينقرها، تم ينقرها حتى نزل الدم. قلت لك مشان خاطرك، مشان خاطري خلاص طفيت سيدها. ترك. ثاني يوم والله ولا حرك، كل الدجاجات خلاص. زبانهای مختلف یه مطلب است، اما زبانها مختلف است درش.